این معرفی یک پروژه نیست، معرفی یک ابرسازنده و بهترین منطقه برای سرمایه گذاری آینده است. کریک هاربر توسط امار که ابرسازنده تعیین کننده است. هر جایی که امار سازنده و شهرک ساز باشه تعیین کننده رشد اون منطقه است. برای همین ما اصلا قبل از اینکه تولید محتوا کنیم و بخوایم پروژه‌ای رو معرفی کنیم، پروژه‌ها فروخته میشن. در حال حاضر هم این منطقه محله خیلی خوبی برای زندگی، منطقه پر از آرامش، نزدیک به پارک فلامینگو، نزدیک به فستیوال سیتی. برج که پشت سر من می‌بینید به احتمال زیاد بلندترین برج دنیا، حتی بلندتر از برج خلیفه است که هنوز اسم مشخصی نداره ولی به برج کریک معروفه. همینطوری که می‌بینید این منطقه در آینده چندین ایستگاه مترو خواهد داشت. به علت تقاضای خیلی بالا پروژه‌ها به محض معرفی فروخته میشن. ولی اگر که شما مایل به سرمایه گذاری تو منطقه پرسود کریک هاربر هستین، باید آمادگی معرفی پروژه رو از قبل داشته باشید و پاسپورت و مبلغ EOI که همون مبلغ رزرویشن هست رو آماده داشته باشید.